نوبهار آمده با نکهت جان دف بزنیم. گرد آتشکده پیر مغان دف بزنیم. اندر این دور گلفشانی و گلگردانی همراه انجمن بلبلکان دف بزنیم. لحظه که پر عشق است غنیمت شماریم. تازه تن رفتنی این تاب و توان دف بزنیم. ساغر نوش کنیم از غزل مولانا، سرخوش از شعر و غزلهای روان دف بزنیم. بر خیابان پر از خنده گلها برویم. سبز در سبز همه پیر و جوان دف بزنیم. خانم یاس شکفت از نفسی نوروزم، بوی پودینه رسد از سر خان دف بزنیم. عالم پر شده از قهقهه نوروزی، ما چو یک صاحب نوروز جهان دف بزنیم. عندلیب است اگر عاشق گلهای چمن، ما هم از عشق وطن هموطنان دف بزنیم. بهار امسال یک شعشعه دیگر دارد، یک زیبایی دیگر دارد، حالا که آغاز مارس است اما در کوچه و خیابان ها بوی بهار می آید. بوی بهار تاجیکستان، بوی چهار سوی تاجیکستان به مشام نکهتش بوش به مشام ما رسید. ما احساس کردیم که شکر کردیم که ما خیلی مردم سعادتمند هستیم که باز به بهار نو رسیدیم. و همین بهار نو میخواهم که به هر خانه، به هر کوچه، به هر محله، به هر گوشه تاجیکستان عزیز فقط بهار بیارد. بهار یعنی چی؟ زیبایی، وحدت، عشق، محبت. و همین بهار امساله بهار زیباترین وطن عزیز ما تاجیکستان ما باشد. هر کس میخواهد که از زیبایی بهار لذت ببرد، نکهت زیباترین به مشامش برسد، به تلویزیون این و طبیعت بیاید. واقعا اینجا خیلی یک محیط زیبای بهارانه است که انسان در این محیط خودش زیباتر، خودش سبزتر، خودش گویاتر احساس میکند. و من فکر میکنم جایی که دیدم واقعا خیلی خوشم آمد. من در این تلویزیون آمدم، طبعم کشاده شد، الهامم کشاده شد. واقعا جای بهار اینجاست. بهار از تلویزیون علم و طبیعت آغاز می‌یابد.